نشریه انگلیسی دیلی میل در گزارش می‌نویسد پکین قصد دارد روایت نو از قرآن و انجیل بر اساس ارزش‌های سوسیالیستی ارائه دهد. رهبر حزب کمونیستی چین در ماه نوامبر دستوری ارزیابی جامعه کتاب‌های مذهبی را داده است. چهارشنبه 25 دکبر خبرگزاری کاتولیکی آلمان با نقل از پورتال اینترنتی دیلی میل از بازنویسی و بررسی قرآن و انجیل در چین خبر داد. وبسایت این نشریه انگلیسی از قول یک مقامی ارشد چینی می‌نویسد قرار شده که نسخه‌های جدید کتب مذهبی مخالف با عقاید و نظرات حزب کمونیست نباشند. با گفته این مقام بخش‌هایی که در اداره سانسور نامطلوب تشخیص داده می‌شوند تغییر داده از نو نوشته خواهند شد. ظاهراً موضوع به دستور باز می‌گردد که حزب کمونیست چین در ماه نوامبر برای ارزیابی جامع از کتب مذهبی با هدف بازنگری در محتواهای مخالف با پیشرفت‌های زمانه داده است. این دستور البته هیچ نامی از قرآن یا انجیل به عنوان کتب مقدس مسلمانان و یا مسیحیان نمی‌آورد. روزنامه فرانسوی فیگارو نیز در همین زمینه می‌نویسد مقامات مذهبی باید با رعایت دستور سی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و رئیس جمهوری چین ایدئولوژی مذاهب مختلف را در طبق ارزش‌های بنیادی سوسیالیسم و ضرورت‌های زمانه بیان و تفسیر کنند. در واقع از خادمان ادیان طلب شده که یک سیستم مذهبی با خصوصیات چینی بسازند و با ارزیابی دوباره و بازنویسی کتاب‌های مذهبی جلوی افکار افراطی و اندیشه‌های بدعت‌آمیز در کشور را بگیرند. این خبر در حال منتشر شده که چین به خاطر نوعی رفتار با اقلیت مسلمانان اویغور و سرکوب این گروه تحت انتقادهای شدید بین المللی قرار دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند دست کم 1 میلیون مسلمان در اردوگاه‌های واقع در سینکایونگ در غرب چین نگهداری و شستشوی مغزی میشوند. چین میگوید این اردوگاه‌ها برای مقابله با تروریسم و بازآموزی افراد ساخته شدند.